نمده آی چی میبینی؟ حاجی این چرا سالمه؟ اینجا هم چیه؟ من اینجا هم چیه؟ این قلب نامتوازنی که برای من قلب من چرا اینجا قلبه. اونایی که میگن قلبه تو کامنت ها بگن. من چرا اینجا هم چیه نیست؟ خب بچه ها خوش اومدید به پارت 2 تراینا تو لف. این قسمت سم آوردم با مجازات جدید. وای وای شاید فکر کنید شاید بچه ها خودشون بپرسن این چیه دست من؟ این همین ماژیک عامل این خطوط نامتقارن قطعا شده. فکر نمیکنن که اون لیوان دست تو، چون آدم لیوان نگفتیم، کسی نگفت بخواه اون لیوان. چیه؟ بچه ها فکر میکنن که این چیه دست من، قطعا فکر نمیکنن که لیوان باشه ماژیک. بچه ها به من خیلی فکر میکنن، به تو فکر میکنن. خب من الان احساس میکنم بعد با این ور صورتم با بچه ها صحبت کنم، چون این ور خیلی نقاشی داره. آره چرا رفت ویدیو قبلی یا چرا یه دقیقه. اوکی شما آقا مجازات این سری با همکاری بچهای اتاق فکر ریاکتیم بوده که من خواهش میکنم ازشون مجازات رو برای ما ارسال کنن. بله مجازات کوچولو ادیتور زوم کنه روی این مجازات، ولی شاید بچه‌ها با خودشون بگن که این گلوله است، ولی نه اشتباه دارید میکنید، این رژ لبه جیگری. چه بویی هم میده. فکر کنم مزه خوبی هم داشته باشه. فکر کنم مزه خوبی هم میخوای با این داشته خودمون باشه بندازی؟ دیاره. هم اینه هم این قسمت ما رژ لب و ماژیکه. پس با یه فوت میریم تو قسمت بعدی. فوت 3 2 1 من فوت نکرد. 1 2 3 امیدوارم امروز لوسترین آدم باشی نخندم. امیدوارم. رژ لب بد سم میاد. 3 2 1 اصلا انتظار نداری. داداش این طول مولا ولت نمیخورم تا تش باهاتن. میتونیم بخندیم؟ نظری تا اینجا نظری راجع به ویدیوها؟ میتونیم بخندیم؟ من احساس احساست میکنم تو. داری گرممون میکنی. من نوکرتم. من همینو فقط. من نوکرتم. من دارم سرد میشم. میتونم بخندم؟ آره دیگه تموم شد. نه داور اوکی. دقت کن. نه داور دقت میکنم. بریم سراغ ویدیوی بعدی. فاک من یه دختر علاییم من میگم برای که فقط پر باشه و همیشه یه لب و باش آویزون باشه. هداییم. My name is Optimus Prime. Robotic organisms from the planet Cybertron. Made a TikTok and you're so excited. لعنت بهت موینیز اپتیموس پرایم. اپتیموس پرایم میدونی کدوم ها بودن نه. که تبدیل شوندگان؟ خیلی من خوبه. یه ذره دیر شنود شدم. دیر شنود میشنوی صدا دیر میشنودی؟ دیر ویدیو؟ بریم ویدیو بعدی؟ بریم آقا بریم ویدیوی بعدی. اینو قول میدم که بخندیم 8 ثانیه. سعی میکنم خیلی دقت And no کنیم. one likes it. Same. علیرغم میل باطنی حاجی خیلی یعنی میخوام بگم که خیلی تقارن داشت. تناقض. اصلا انتظار نداشتی چرا یارو دراز کشیده. وای خدایا اینو همشو خب. بوق بذار. بوق ربطی نداره همشو. باز شطرنجی کنیم. آره خب به شرطنج. بچه‌ها حاجی با اینطوری کنم؟ لبو بریم. هر جا رو دوست داری بزن. بذار از گونه‌شون گونه کجای آدمه؟ آ نه گونه‌اش پر لبش. گونه کجای آدم میشه؟ اون که گونه نیست، اون لبه. سعید چیز شد لب تو به هم بمال. وای حاجی شهرت با آدم چه نمی‌کنه واقعا. خیلی خوشحالم که خواست این برنامه منم این سر من نمیاد. میاد. امیدوارم که نیاد. وای خیلی بهت نزدیک. نمیخند. بذار یه کاری من علی آقا. حاجی الان دوست دخترم آره فقط تو ویدیو پخش میشه اینو نگاه کن. خوبه. میتونی به لبای سعیدم خیلی دقت الان کنی. اونو نگاه کن. خب بریم بدون فوت وقت سراغ بدون خنده های بعدی که از آرمان قراره بگیریم. عمرن. آماده ای؟ دقت کنید.
خیلی خوب بود که داور نخند. احساس می‌کنم سرتو نباید بیاری. من سرفه‌ها میدم پایین. نه سرفات هم باید بالا بدی. از این حواسم جریمت میکنم 2 بار از اینا. نه من آرمان جان یه بوس بده عمو. چرا؟ با اینجا بوسش کن. آقا ویدیو تموم شده میتونم بخندم دیگه. آره الان میتونی بخندی ولی الان نه. 3 2 1 هی مرد با بچهای گروه استریت اومدیم اینجا. کسی که زاربه داره به اون فوش میده. بابا تو باید حواستو جمع کنی مرد. واقعا این ویدیو بچهای گروه استریت بودن دیگه. بچه‌ها حواستون باشه. آره بچهای جی تی ای باز سعید روژ لب زده با ناز هم صحبت می‌کنه. آره یه ذره تاثیر داره. الان دوست دارم من الان نمکین‌تر بریم ویدیو میخنده. بعدی دوست داره که ببین دیگه. خندیدی؟ نه واقعا. آی داور نه. نو پرابلم. نه. بریم سراغ ویدیو بعدی. بریم سراغ نه ویدیو دارم بعدی. میبینم. توجه کن. یه روز عادی آرمان. X2 اون خنده است، ایموجی خنده است. اگه اینوری نگاش کنی انگار یکی چشاشو بسته داره میخنده. نمیاره خنده رو لبای. برو بریم. من درست خیلی میخندم ولی نخندم. خیلی داریم. داری مقاومت میکنی نه واقعا نمیاد یعنی اندک سر پایین نبر. تو چشام نگاه کن و دست دو بذار تو دستم. بریم آقا بریم. خانم این عطری که زدین خیلی خوشبوه، اسمش چیه؟ نیناریچی از روم. این چی بود دیگه؟ لوبیا چی خندید دیگه. فهمیدی چی گفت؟ من صدامم به لبام من اول ویدیو چون خیلی ویدیو متفاوتی بود خندم اومد. لبو بده. لب این سیبیلا علی آقا دوبل میزنه شبیه جوکر شد. آرمان لباتو بمال بهم اینطوری. آجی این ورش یه ذره مون. انتقام ویدیوی قبلی که سالم در رفت رو گرفتم. آجی این چون یعنی یکی از دلایلی که یه ذره بپذیر زیادی زدم برای همین. یکی از دلایلی که به این ویدیو خندیدم واقعا این بود که اصلا این سبک متفاوت از تو بود. من فکرش نمی‌کردم. لوبیا چیتی از قم. اجازه میدید آقا خواهش میکنم. دوست داشتم نخندم واقعا. این دیگه نمی‌کنم. لیزری که 2 دقیقه پیش می‌رفتم توی که باهاش شوخی کنم. لیزر کجاست؟ لیزر کجاست؟ یکی به من جواب بده. آقا من نادانم. قسمت انتهایی من شهروند ناآگاه این بازی ام. یکی به من این لیزر کجایه؟ میدونم یه بار دیدم دیگه. نه ببین چه نوری میزنه. تکون نمیخورم اینجاست دیگه. یعنی اگه تو ویدیو رو 100 بارم ببینی لیزر همونجا. ریپیت میکنید لیزر همونه ویدیو. سعید تو دام این بچه نیو. خدا لعنتت کن. حالا که خندیدی یه بار دیگه. چجوری وصلی کردن اینو؟ علی آقا من یه نفر رو زخمی کردم برای شما. درود در شما. قربونت. بچهای پشت صحنه نظرشون چیه؟ ماتی اینو میدونم پس. احساس میکنم تقارن چهرت کمه سعید. گوشاشو بزن. ببین وایسا این ادامه داره بچه‌ها. من اینو کانسلش می‌خوای بکنی. دیدم.
باید دو طرف دماغ میزدی به عنوان کامنتاتور که دماغم ببینم میشه یه کاری دیگه بکنی. چیکار؟ بذار حداقل اینجا رو گرد کن این خندش بگیره فایده نداره ما که جریمه شدیم بیشترش کنم مثل دماغ در برک. خب وایسا برات هم بال بذارم بالچه الان نگاش کن نه قبلی با مزه تر بود یکن نواش بد شده بریم پوت لواش مثل کونه مرغ شده. آماده باشید خنده هاتون رو دارین اینجا هدر میدید نگاه کن رفیقت حاجی خیلی مفهومی بود غرق مفهوماتش شده. خب ببین یه بار دیگه با مفهومش نه یه بار دیگه به نظر داره آموزش میده. این یه پزشکیه که داره میگه آقا بچه رو باید اینجوری چیز کنید فلان. سال 1990 20 تو فکر کنم اتفاق بر مغز افتاده. بریم بعدی بچه‌ها بریم. چقدر شبیه چیزه اونی که تو اینستاگرام چیه؟ زلال اندام پرورش احکام مثل کارمندیه مسابقات ال90 کلاسیکی داره. اقالش نگاه معلم فیزیک چرب. آجی واقعا معلم فیزیک چربه. کسایی که ایشونو مسخره میکنن درک نمیکنن. ایشون پارسال مقام اول رسوایی اندام کشور رو گرفتن. معلم فیزیک چرب رسوایی به سعید توسی ربط داره. بله دقت کن شبیه تو باشگاه فکر کنم روی اخلاقش کار کرده. بدنسازی گاد بود واقعا گاد بود. آفرین. خب بریم شغل کن بابا. شغلم بلش کن بیا ادامه داره دیگه. به نظرت این پشم کجاست؟ به نظر تو کجا؟ دستان توفنگ داشتیم به خشاب خاله میکردیم آدم دستا میکشتیم نگاه کن داور کجا؟ رنگل میکنه. دقت کردی؟ این چشاشو میبنده. نه من اینجوری شدم نگاه کن. داری جرزنی میکنی جرزنی میکنی آی داور نظر شما چیه؟ آی داورم میگه جرزنی نه با مدلمه آقا نامردی من بدون فوت وقت نامردی بدون فوت وقت درود به شرفت آقا به خدا نامردی من اصلا خب میذاشید میخندیدم. خب سعیدو بکشم بابا خیلی نامردیه به قرآن انتهای نامردی بود. قرینه در بیار علی. من اصلا قبول ندارم. اینا رو چی بابا بالای چشم پاک نمیشه. عزیز داره یوزارسیف نبی میخنده داره خود جوکر میشه. وای حاجی ولی الکی بودین. نه چه نه اصلا داور داریم ما داور رسمی و بین المللی. آقا به اینم دقت کنید دیگه. سناریو آرمان به من بگو که شبا که میخوای بخوابی بیشتر به کدوم سمت صورتت میخوابی؟ من اینجوری میخوابم شب. نه حالا فرض کن که برعکس میخوابی. راست خب خوب راست تو میشه چپ من یا راست؟ آره درسته. چرا این ور میشه؟ میخوام دکمه پاورتو بکشم. خواستی خوشحالی برعکس کشیدی؟ برعکسه؟ بچه‌ها بعد دایره هم کامل نه دایره کامل نیست که اینجوریه. آره دایره درسته. پاورم هست. من چون داشتم بالا به پایین عالی خوابت اومد اینو بزن قبل. خلاصه که محمد علیزاده شور اصلا ویدیو شروع نشد صداش اومد یه ذره چون اینوریه اینور نشون بده. دیدن بچه‌ها دیدن. بریم آقا سعید تو هم داری مقاومت می‌کنی حواسم نه برو بریم. خدا وکیلی ربات گذاشتن اون وسط تکنولوژی. یکی از این ور هول میده یکی از اون منتظر باش این در با خنده میگه
داور باید نظر بده. داور دقت کن. داور دقت نمی‌کنی. اونایی که میگن داور دقت نمی‌کنه تو کامنت‌ها رو بگن داور دقت کن. آره فقط همینا. بیشتر 2 ثانیه سریع. خب تمام شد. نگاه کن. آپدیت رو دریافت نکرد این برادر. داره میخنده دیگه. به خیر گذاشت خدا. يعرفوا شوية شغل نفكروا يعني اون سری دیده بودیم دستو نگاه یا اول فرد بازی داره میمیره. علی همینطوری قطاری هم گذاشتی پشت سر هم برو. شباب مكان ورشة خدمات حسن للعتاد 1 على 1. این ساختمان چرا حرف میزنه؟ مستشفى النفط نهايته بالدفاع ماله رفت رو ایکی کلاشو گرفت. وای وای اینو من دیدم. بلال حبشی وقتی پیامبر بهش میگه که برام یه دم به بلال حشری من خندیدی؟ این کتابا دیده بودم. خیلی سن. یعنی بلال حشری خیلی سن. بعد اونو باید تو تصور کنی مثلا پیامبر اونور این حوصله‌اش سر رفته. Shine bright like a diamond. بلال میگه جونم آقا یه دم بخون برام. میزنه زیر آواز ریانا بخونه. خیلی سریع. آقا سعید شما به کدوم سمت میخوابی؟ من به همه سمت میخوابم چون وحشیه تو قابل قبله میکنه. من میتونم اینجا عرقایی که شما میریزید. داداش اشک داری میکشی یا عرق؟ عرقه. معمولا اینجا میکشن نشونه اینه که میخوان انتقام بگیرن و وقتی انتقام میگیرن یه ذره ببخشید نمونه کارو بچه‌ها ببینن. این عرقیه که داره میریزه. عرق جنینه. نه شبیه عرق نه شری اشکه. نه شری ارشکه. بریم آقا بریم سراغ ادامه ویدیو. تیم تحتشانی درست کردیم به تیم. آره آخرش. من به خاطر استقلال ولی استقلال رفتیم تیم تحتشانی درست کردیم با تیم درجه 3 داریم میباخیم. نه میباخیم. من شرمنده شدم. میباخیم. من شرمنده. سعید میباخیم. من شرمنده شدم. تمام شد. تایمتون تمام شد. خب بریم سراغ انتهای ویدیو. برنده این قسمت کی بود؟ برنده این قسمت نه برنده شما یه لحظه سعید رفت تو ویدیوهای قبلی اومد اینجا. آقا ویدیو قبلی هم برنده نداشتیم. ویدیو قبلش قبلم که نگرفت. کجا بودی؟ داداش تو کدوم کانال زندگی میکنی؟ بگو یه ذره واقعیتا بگو. من تو کانالای این عرقی که داری میریزی عرق جنینی که هست جوین ریشه هایی که هست. بله آجی این درختی که کشیدم رو دماغت واقعا به احساس عجیبی بهم میده. احساس میکنم برگ ریزونای پاس. ولی آقا من یه شیرین کاری میخواستم ببخشید. تموم شده مسابقه نمیتونی بخندیش. خب من الکی گفتم تو رو می‌خواستم من این ویدیو رو در لحن تو رو مجازات می‌کنم. حتما لایک و کامنت و ساب هم بچه‌ها یادتون نره. این کار باعث میشه که ما حمایت بشیم و پر انرژی تر براتون ویدیوهای جدید بگیریم. دمتون هم گرم. بریم سراغ قسمت بعدی و خداحافظی. دمتون گرم. خیلی چاکریم. فعلا تا قسمت یه قنچه کن